در این جهان شگفت انگیز همه در حال انجام وظیفه خود هستند. همه این مخلوقات در حال ادا کردن آن مسئولیت هایی هستند که الله متعال آن مسئولیت ها را به عهده آنها گذاشته. گاو با بدن سنگین و با غذای خیلی سبک از میان دمنوش ها و علف ها شیر مقوی تولید میکند که دارای پروتئین و ویتامین هست. زنبور با بالهای خیلی کوچک و با تلاش فراوان از میان گلها عسل ناب تولید میکند که فایده آن در گذر تاریخ ثبت است. مرغ با چند دانه کوچکی که برای آن میدهیم برای ما تخمی تولید میکند که دارای پروتئین و ویتامین هست. اما آیا تا به حال فکر کردیم که ما انسان ها چقدر به مسئولیت های خود پایبند هستیم؟ همه این مخلوقات در این جهان وظیفه خود را انجام میدهند. اوامری که الله متعال به آنها کرده اطاعت میکنند، اما ما انسان ها اصلا اطاعت نمیکنیم. الله متعال در قرآن کریم میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق نکردم جنات و انسان ها را مگر به خاطر عبادت خودم. اما شاید بعضی کسا فکر کنند که تنها عبادت نماز خواندن و روزه گرفتن و زکات هست. والله العظیم که تنها اینها نیست. تنها نماز خواندن عبادت نیست، تنها روزه گرفتن عبادت نیست. تنها الله برای ما در قرآن کریم نگفته که اقیموا الصلاة. الله متعال در قرآن کریم بارها تاکید کرده نماز بخوانید، کار خوب انجام دهید و روی خوب با مردم داشته باشید. این از مسئولیت هایی است که الله متعال به عهده ما گذاشته.